روجا بالاخره پیام داد، گفت دلش برام تنگ شده، قول میده دیگه عوض بشه، ازم عذرخواهی کرد. نه بابا. And you really bought that, didn't you? نه هیچی برش نگرفتم. باید بگیرم؟ اولا که تو خیلی لیاقتت بیشتر عزیزم. دوما وقتی میگم you bought that به معنای این نیستش که یه چیزی رو خریدی، به معنای اینه که واقعا باور کردی. تو چی؟ اگه برگرده حرفاشو باور میکنی؟ باور نکن، همش خالی بندی. See ya. روجا بالاخره پیام داد، گفت دلش برام تنگ شده، قول میده دیگه عوض بشه، ازم عذرخواهی کرد. نه بابا. And you really bought that, didn't you? نه هیچی برش نگرفتم. باید بگیرم؟ اولا که تو خیلی لیاقتت بیشتر عزیزم. دوما وقتی میگم you bought that به معنای این نیستش که یه چیزی رو خریدی، به معنای اینه که واقعا باور کردی. تو چی؟ اگه برگرده حرفاشو باور میکنی؟ باور نکن، همش خالی بندی. See ya.